درود بر شما. فرشاد درکه هستم، گوینده کتاب صوتی سخن بودا قسمت دوم. درباره مرد تمام بودای عزیز چنین می‌فرماید: آن کس که سفر را به پایان آورده بی اندوه وارسته از همه چیز، بندها را گسسته، چون این کسی از تب سوزان شهوت نمی سوزد. آگاهان به کردار قوهایی که دریاچه خیش را رها کرده اند می کوشند و دل نابسته به جایی خانه به خانه رها کرده و می گذرند. همچنان که یافتن راه مرغان در آسمان دشوار است، همچنان آن کسان را که اندوخته ای نیست از شناسایی کامل برخوردارند و در آزادی تهی و بینشان سیر می کنند، یافتن راهشان دشوار است. پی بردن به راه آن کس که آلودگی‌هایش را فرو نشانده و در بند خوردن نیست و در آزادی تهی و بینشان سیر می کند دشوار است، بدان گونه که راه مرغان در آسمان. آن کس که حسهای خیش را به آرامش آورده است، چون توسنانی که عرابران آنها را به خوبی رام کرده، آن کس از منی آزاد است و از آلودگی ها آزاد. چه نوعی را خدایان هم عزیز می دارند. چون این مردی که چون زمین بردبار و چون ستون استوار است، وظیفه اش را انجام می دهد و چون دریاچه ایست نیالوده به لای و لجن، چه نوعی را دایره وجودی در کار نیست. او اندیشه آرام، گفتارش آرام، کردارش آرام است، شناسایی درست دارد و به آزادی رسیده است و آرامش یافته است. مردی که از زود باوری آزاد است، آن نیافریده را می شناسد، همه حلقه ها را شکسته و به همه فرصت ها پایان داده و همه آرزوها را رها کرده است. او به راستی والاترین مردان است. در روستا، در جنگل، در بالای کوه، ارهتان هر جا که بمانند، آنجا بیگمان بومی شاد است. جنگل ها برای ارهت ها شادی می آورند. مردان آزاد از شهوت جایی شادی می جویند که مردم بیگانه به آیین نمی جویند. چه آنان به جستجوی خوشی نیستند و آنان که در گذشته مقدس و روشنی یافته بودند، آن سروران نیز همین مقصد را به شاگردانشان نشان داده اند و همان گونه که من به شاگردانم نشان دادم. و آنان که در آینده مقدس و روشنی یافته خواهند بود، آن سروران نیز همین مقصد را به شاگردانشان نشان خواهند داد، همین گونه که من به شاگردانم نشان دادم. ولی ای رهروان، شاید چنین باشد که پس از مرگ من بیندیشید که تعلیم استاد ما رفته است و ما دیگر استادی نداریم. اما نباید چنین اندیشید، زیرا آیین و روشی که من به شما آموخته ام پس از مرگ من استاد شما خواهند بود. آیین جزیره شما باشد، آیین پناه شما باشد، پناه دیگری مجویید. پس ای رهروان، شما باید تعلیم هایی که من
پس از آن که خود به آنها پی برده ام و به شما آموخته ام نگاه دارید، خوب نگاهداری کنید تا این زندگانی قدسی به راهش ادامه دهد و سالها ادامه یابد، برای نیکبختی و بهروزی مردمان، برای آسایش جهان، چون نیکبختی و سعادت و بهروزی باشندگان آسمانی و انسانها. پس مقصود زندگانی قدسی نه گرفتن خیرات و یا افتخار و یا آوازه است. به راستی مقصود زندگانی قدسی یکدلی یا چشم دانش، آن آزادی استوار دل، آن به راستی مقصود زندگانی قدسی است. ذات آن است، مقصود آن است. من هستم اندیشه بیهوده است، من نیستم اندیشه بیهوده است. من خواهم بود اندیشه بیهوده است، من نخواهم بود اندیشه بیهوده است. اندیشه های بیهوده بیماری اند، نیشند، خارند، ولی پس از پیروزی به همه اندیشه های بیهوده او را اندیشه خاموش می‌خوانند و اندیشنده آن خاموش دیگر نمایان نمی شود، دیگر از میان نمی رود و دیگر نمی لرزد. و چون نمایان نشود دیگر از میان نمی رود و نمی لرزد و دیگر آرزویی ندارد. و چون او دیگر نمایان نشود چگونه دوباره پیر خواهد شد؟ چگونه پیر نشود؟ چگونه دوباره خواهد مرد و چگونه دوباره نمی میرد و چگونه خواهد لرزید و چون دیگر نلرزد چگونه آرزویی خواهد داشت؟ این آخرین باری است که من زاییده می شوم. دیگر وجودی در انتظار من نیست. این به راستی برترین و مقدسترین شناسایی است. دانستن این که هر رنجی از میان رفته است. این به راستی برترین و مقدسترین آرامش است. فرونشاندن آز و کینه و فریب. من هستم اندیشه بیهوده است، من نیستم اندیشه بیهوده است. من خواهم بود اندیشه بیهوده است و من نخواهم بود اندیشه بیهوده است. اندیشه های بیهوده بیماری اند، نیشند، خارند، ولی پس از پیروزی به همه اندیشه های بیهوده او را اندیشه خاموش می‌خوانند و اندیشنده آن خاموش دیگر نمایان نمی شود.